شما یاد خواهید گرفت که چگونه از قلم سری چند دوز منجارو استفاده کنید. نگهداری و حمل سریع قلم سری منجارو بسیار مهم است. لطفاً دستورالعمل‌های استفاده‌ای را که همراه قلم سری شما ارائه شده است مطالعه کنید. حتماً قسمت جلو و پشت جعبه منجارو را برای اطلاعات مهم و دستورالعمل‌های ایمنی این دارو بررسی کنید. همیشه دارو را دقیقاً همانطور که پزشک یا داروساز به شما گفته است استفاده کنید. قبل از استفاده از قلم سری منجارو و هر بار که دوباره آن را تهیه می‌کنید، بسته‌بندی، بروشور و دستورالعمل‌های استفاده را مطالعه کنید. قلم سریع منجارو یک قلم چند منظور است که شامل 4 دوز هفتگی است. هر قلم فقط برای یک بیمار است و حتی با تعویض سوزن نباید توسط فرد دیگری استفاده شود. قلم سریع منجارو دارو را به صورت زیرجلدی، زیر پوست تزریق می‌کند. آماده اید تا نحوه استفاده از قلم سریع منجارو را یاد بگیرید؟ بیایید با آماده شدن برای تزریق هفتگی شروع کنیم. لوازم مورد نیاز برای هر تزریق هفتگی: یک قلم سریع منجارو، یک گاز استریل، سوزن سازگار با قلم سریع، یک ظرف دفع اشیای تیز برای دور انداختن سوزن‌های استفاده شده. قلم را از یخچال خارج کنید، کارتن را باز کنید و قلم را بیرون بیاورید. اکنون مراحل تزریق دوز منجارو را مرور می‌کنیم. دست‌های خود را با آب و صابون بشویید. درب قلم را مستقیم جدا کنید و خود قلم و برچسب آن را بررسی کنید. برچسب قلم را چک کنید تا مطمئن شوید داروی درست با دوز مناسب دارید و تاریخ انقضای آن نگذشته است. دارو باید بیرنگ تا کمی زرد یا قهوه‌ای باشد. اگر دارو یخ زده، کدر است یا ذرات معلق دارد، از آن استفاده نکنید. پلمپ داخلی قرمز را با یک پنبه آغشته به الکل پاک کنید. یک سوزن قلم جدید انتخاب کنید. همیشه برای هر تزریق از سوزن جدید استفاده کنید تا از عفونت و مسدود شدن سوزن جلوگیری شود. زبانه کاغذی محافظ بیرونی سوزن را جدا کنید. سوزن در پوشدار را مستقیما روی قلم فشار دهید و بچرخانید تا محکم شود. محافظ بیرونی سوزن را جدا کرده و نگه دارید، زیرا دوباره استفاده خواهد شد. محافظ داخلی سوزن را جدا کنید و در سطل زباله خانگی بندازید. آماده سازی پرایم کردن قلم. دکمه دوز را به آرامی بچرخانید تا صدای 2 کلیک بشنوید و خط ممتد در پنجره دوز دیده شود. این حالت آماده سازی است. می توانید دکمه دوز را در هر دو جهت بچرخانید تا نشانگر دوز با موقعیت آماده سازی همراستا شود. قلم را با سوزن رو به بالا نگه دارید و به آرامی به نگهدارنده کارتریج ضربه بزنید تا حباب‌های هوا به بالا بیایند. با فشار دادن دکمه دوز به داخل، دارو را در هوا آزاد کنید تا دکمه متوقف شود. در حالی که دکمه را نگه داشته اید، به آرامی تا 5 بشمارید. نماد 0 باید در پنجره دوز دیده شود. به بدن خود تزریق نکنید. آماده سازی برای خارج کردن هوا از کارتریج ضروری است. ممکن است قطره‌ای دارو از نوک سوزن خارج شود که نشان دهنده عملکرد صحیح قلم است. اگر دارو را نمی‌بینید، این مرحله را تکرار کنید. بیش از 2 بار دیگر تکرار نکنید. اگر هنوز دارو دیده نمی شود، سوزن را عوض کنید و این مرحله را بیش از 1 بار دیگر تکرار نکنید. در صورت عدم مشاهده دارو پس از این مراحل، با متخصص مراقبت‌های بهداشتی تماس بگیرید. انتخاب محل تزریق. شما یا فرد دیگر می توانید منجارو را به شکم یا رانها تزریق کنید یا از شخص دیگری بخواهید تزریق را در پوشت بازوی شما انجام دهد. هر هفته محل تزریق را تغییر دهید یا بچرخانید. می توانید از همان ناحیه بدن استفاده کنید، اما هر بار نقطه متفاوتی را در آن ناحیه انتخاب کنید. تزریق دوز. دکمه دوز را تا انتها بچرخانید تا متوقف شود و پنجره دوز عدد 1 را نشان دهد. این حالت برابر با 1 دوز کامل است. سوزن را وارد پوست کنید. با فشار دادن دکمه دوز دارو را تزریق کنید. دکمه را تا توقف فشار دهید و همزمان به آرامی تا 5 بشمارید. وقتی پنجره
برای دوز عدد 0 را نشان داد، سوزن را از پوست خارج کنید. چکیدن یک قطره دارو روی سوزن طبیعی است و روی دوز شما تأثیری ندارد. مطمئن شوید نماد 0 در پنجره دیده می شود. این یعنی دوز کامل را دریافت کرده اید. اگر نماد 0 را نمی بینید، سوزن را دوباره داخل پوست قرار دهید و تزریق را کامل کنید. دوز را دوباره تنظیم نکنید. اگر پس از بیرون کشیدن سوزن خون مشاهده کردید، محل تزریق را به آرامی با گاز یا پنبه فشار دهید. محل تزریق را نمالید. پس از تزریق و دفع ایمن، محافظ بیرونی سوزن را با دقت در جای خود قرار دهید، سپس سوزن درپوشدار را باز کنید. قلم را با سوزن متصل نگه ندارید تا از نشت، مسدود شدن سوزن و ورود هوا به قلم جلوگیری شود. سوزن استفاده شده را بلافاصله پس از هر تزریق در ظرف دفع اشیای تیز بندازید. اگر ظرف مخصوص ندارید، سوزن‌های استفاده شده را در یک ظرف پلاستیکی سخت با در محکم قرار دهید. درباره گزینه‌های صحیح دفع سوزن، سرنگ و ظرف اشیای تیز از متخصص مراقبت‌های بهداشتی خود سوال کنید. ظرف اشیای تیز را بازیافت نکنید. درب قلم را ببندید و قلم را بدون درب نگهداری نکنید. نگهداری: پس از تزریق می توانید قلم استفاده شده را خارج از یخچال و دور از گرما نگهداری کنید. قلم را 30 روز پس از اولین استفاده دور بندازید، حتی اگر دارو باقی مانده باشد. قلم سریع مونجارو نباید بیش از 30 روز از دوره مصرف خود استفاده شود. پس از 30 روز قلم برای استفاده مناسب نیست. پایان دوره و دور انداختن قلم: پس از دریافت 4 دوز هفتگی قلم استفاده شده را دور بندازید. ممکن است هنوز مقداری دارو در قلم باقی مانده باشد. تلاش برای تزریق داروی باقی مانده می تواند منجر به دوز ناقص شود، حتی اگر قلم هنوز حاوی دارو باشد. قلم را مطابق دستورالعمل در زباله‌های خانگی یا ظرف مخصوص دفع اشیای تیز بندازید. درباره گزینه‌های صحیح دفع سوزن، سرنگ و ظرف اشیای تیز از متخصص مراقبت‌های بهداشتی خود سوال کنید. ظرف اشیای تیز را بازیافت نکنید. درب قلم را ببندید و قلم را بدون درب نگهداری نکنید. نگهداری: پس از تزریق می توانید قلم استفاده شده را خارج از یخچال و دور از گرما نگهداری کنید. قلم را 30 روز پس از اولین استفاده دور بندازید، حتی اگر دارو باقی مانده باشد.